در آستانه تجلیل 34مین سالگرد استقلال دولتی، امر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید برگزاری آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی در سال 2026 به تصویب رسید. این امر سروری دولت در ایام به امضا رسید که در بیشتر مناطق کشور شاهنامه حکیم فردوسی به خاندان مردم رسید و تقسیمات این خماسه بزرگ ملی ما همچون هدیه سروری محبوبی کشورمان ادامه دارد. شاهنامه ابوالقاسم فردوسی مظهر درخشانی استقلال و آزادی و تندرستی و وطن پرستی، افتخار ملی و حفظ مرز و بوم سرزمین مقدس آریایی ما می باشد. مردم کشور از آغاز تطبیق این اقدام سروری دولت اظهار سپاس و قناعتمندی نموده، از جمله تاکید می نمایند که آن به تحکیم حس افتخار و سرفرازی و مسئولیت وطنداری هر یک شهروند تاجیکستان مساعدت فعال خواهد داشت. تشکیلیابی آزمون فروغ سپیدانوی کتاب است. این فروغ معرفت نشان داد که در بین خلق تاجیک چنین خوانندگان شاگردان زیادی هستند که قابلی در آزمون‌های جمهوری اشتراک کردن دارند و مهر آنها را نسبت به کتابخانه بیدار نمود. یکی از اثرهای بزرگ ابوالقاسم فردوسی شاهنامه می باشد. تشکیل نمودن این آزمون‌ها از آن نشان می دهد که خلق تاجیک همیشه با اثرهای گذشتگان خود افتخار دارد و من باوری دارم که شاگردان ما نسبت به این آزمون بی‌طرف نبوده و این آزمون با تیاری خوب البته اشتراک میکنند. ما امیدواران کوشش میکنیم که سهم خود را برای اشتراک خوانندگان در این آزمون گذاشته آنها را برای اشتراک فعالانه در آن آماده نماییم. در سیاست معنوی بنیاد و فرهنگ پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ترغیب غایه‌های وطن دوستانه، پیام اخلاقی حکیم فردوسی جایگاه خاصی را صاحب است. صلح و ثبات وحدت ملی اساس پیشرفت و توفیق در راه رسیدن به قله مراد است. مطالعه شاهنامه و معرفت اندیشه‌های فردوسی در جاده شرف بر این نعمت‌های بزرگ یار و یاور ملت و مردم تاجیک در این مرحله حساسی تاریخی خواهد بود. شاهنامه تنها یک اثری اسطوره‌ای، اثری مثلا روایتی نیست. حکیم فردوسی گنجینه خرد، گنجینه حکمت، یک خزینه دانش و معرفت و خرد، جوانمردی و تندرستی و مهمترین خصلت‌های نیک بشری را آفریده است و در این گنجینه برای امروزیان و فردایان نگاه داشته است. ما باور داریم که این آزمون از جانب تمام ساکنان مملکت استقبال گرم یابد و صدای شاهنامه، محفل‌های شاهنامه‌خوانی در تمام مکتب‌ها، مؤسسه‌های فرهنگی، کتابخانه‌ها برگزار می‌شوند و این تدبیر به آن مساعدت می‌کند که به آن سازگار می‌آید که ما به قدر وطن، به قدر میهن، به قدر آزاد استقلال وحدت برسیم و همان غایه عالی فردوسی را، وطن را نباید سپردن به بد، باید همیشه پاسبان و پاسداری وطن اجدادی خود باشیم. شاهنامه نشانی توانایی، نشانی مردانگی، نشانی جسارت، نشانی وحدت و همدلی ملت ما و پسابندان ابوالقاسم فردوسی است. بعد از تقدیم تاجیکان باباجان غفورов چون سرچشمه خودشناسی ملی اقدام هدیه شاهنامه فردوسی بر حق پیام زندگی افروز، جهان آفرین، هویت ساز پیشوای ملت بر مردم تاجیک و ملت صاحب تمدن ما به شمار می رود. آزمون شاهنامه خوانی تنها سبقت برای به دست آوردن جایزه ها نبوده، بلکه هدف آن در عرصه زندگی واقعی به حضور رساندن کارنامه های بزرگ وطن دوستانه، خودشناسانه، بشارت آوری از میلاد رستم و اسفندیارها، سهراب و سیاوش‌ها و تمام عرصه هاست. مستان محیدی آزاده، اعظم جان شریپов، اخبار.